وقتی اعلان آزمون عالیه مهر را در صفحه اجتماعی فیسبوک خواندیم که به نهایت اقدام بی‌نظیر بود از طرف روزنامه ختلان. وقتی با اعلان شناس شدیم، آشنا شدیم، اونجا ذکر شده بود که هر کسی میتواند که با قلم سر و کار دارد میتواند که در آزمون مذکور اشتراک نماید. و واقعا وقتی از همین عنوان آزمون که عالیه مهر نام داشت، یعنی که بخشیده شده با مادران عزیز، یک حس وادارم ساخت که آن همه حرفای ناگفته که در قلب خود دارم، در ذهن خود دارم وابسته به مادران این به نهایت گرامی قدر گفته باشم. و یک بگاهی سر رایانه شدم، سر کامپیوتر شدم، صفحه خالی را باز کردم و روی تکمچه های کامپیوتر شروع کردم با نوشتن کلمه پس کلمه، هجا پس هجا، عباره پس عباره و بعداً جمله پس جمله تا توان و قدرت و اون چیزی که مهر و محبتی که نسبت به عالیه مهر هر یک نفر مادران عزیز داشتم روی صفحه خالی انشا کردم و آن را با عنوانی آزمون مذکور رها نمودم. و واقعا هم اقدام مذکور به نهایت اقدام خوب و اقدام سری وقتی است که باید که ما همیشه از بزرگی مادر بگیم، ما باید همیشه از اون همه فداکاری‌هایی که مادر بهر ما فرزندان میکنه، عموما بهر اهل بشر میکنه، باید ما هر لحظه و هر ساعت نه که در دوره یک آزمون یا یک فستیوال، یک چهاررکنی، یک کنفرانس بلکه ما باید همیشه درباره بزرگی مادر یاد کنیم، از بزرگی ایشان بگیم، چون که آنهایی که ما هستیم ما را به دنیا آوردن، با سخنهای شیرین، با اون همه مهربانی ما را به غایه رساندن. و شکر که امروز با دعای مادران ما همه در هر کسب و کار پی کار و فعالیت هستیم.